قسمت اول ببینیم هکرها چی کار میکنن تا به شبکه‌های ما نفوذ کنن و اطلاعاتمون رو به سرقت ببرن یا یک خرابکاری در شبکه‌های ما به وجود بیارن. اولین اقدام شناسایی هست، شناسایی سیستم ها و شبکه های شما. اگر شما فرض کنید شما یک هکر هستید و بخواید به یک جای نفوذ بکنید، اولین اقدامی که میخواین انجام بدین اینه که یک سری اطلاعات راجع به اون شبکه، راجع به اون سازمان، شرکت، شبکه، حالا هر چیزی که میخواد باشه به دست بیارین. ببینید قسمت اول ریکانسنس هست، قسمت دوم اسکنینگ هست. بین این دوتا تفاوت وجود داره، اینکه ریکانسنس چی هست و اسکنینگ چی هست در این اسلاید بهش میپردازیم. اسلاید دوم راجع به فاز اول یعنی ریکانسنس هست. ببینید توی تعریف ریکانسنس گفته میشه شما اطلاعاتی رو راجع به شبکه هدف به دست بیارید بدون ارسال کردن حتی یک پکت به سمت اون شبکه یا سازمان. یعنی زمانی که شما میخواین یک شبکه رو هک کنید باید یک سری اطلاعات ازش به دست بیارید. خب این اطلاعات حالا میتونه مثلا یک هارد دیسک خراب باشه، میتونه مثلا یک سری برگه کاغذی باشه که داخلش ممکنه پسورد ها وجود داشته باشه، ممکنه شماره موبایل کارمندا باشه که به عنوان پسورد تست بشه. این چیزها جستجو میشه در فاز اول یا ریکانسنس. حالا راجع به ریکانسنس بسیار صحبت خواهیم کرد در ماژول بعدی. فقط یک توضیح اجمالی داریم راجع به اینها میدیم. دو نوع ریکانسنس وجود داره، پسیو و اکتیو. در حالت پسیو شما فقط اطلاعات رو جمع آوری میکنید بدون اینکه هیچ تماسی با اون مدیر شبکه، کارمند یا سازمان داشته باشین. در حالت اکتیو شما با استفاده از روش‌های مهندسی اجتماعی سعی میکنید محک بزنید امنیت سازمان رو. پس ببینید که آموزش کاربران و آموزش کارکنان چقدر مهم هست. حالا در قسمتی که باید راهکارهای دفاعی رو بگیم به این مباحث میپردازیم. قسمت بعدی قسمت اسکنینگ هست. قسمت اسکنینگ با استفاده از ابزارهایی که موجود هست مثلا نرم افزار Nmap یا نرم افزارهای دیگه‌ای که وجود داره در سیستم عامل کالی لینوکس که حالا باشون آشنا میشیم یا سیستم عامل ویندوز، میایم یک سری اطلاعات راجع به شبکه به دست میاریم. مثلا آی پی کامپیوترها چیه، اسم کامپیوترها چیه، نام یوزرها توی اون سیستم چی هست، شمای کلی اون شبکه چطور هست، چه سیستم‌هایی وجود داره، چه فایروال هایی هست، چه روترهایی وجود داره. این اطلاعات رو به دست میاریم. مرحله سوم مرحله به دست آوردن دسترسی هست یا gaining access. در این مرحله شما میایین با استفاده از اکسپلویت هایی که دارین، با استفاده از کد های حمله ای که دارید به اون شبکه حمله میکنین و یک دسترسی برای خودتون ایجاد میکنین. مثلا با استفاده از نرم افزار متا اسپلویت این کار رو میتونید انجام بدید. اما توجه داشته باشین که در هک هایی که صورت میگیره شاید 90% عملیات به جمع‌آوری اطلاعات منجر میشه و فقط یک مرحله است که برای حمله استفاده میشه. پس همیشه به یاد داشته باشین که پس خیلی مهم هست که شما بیاین و راه‌های کسب اطلاعات بر روی شبکه‌تون رو ببندین که کسی نتونه اطلاعاتی از سیستم هاتون کسب کنه. هرچی سیستم ها و شبکه های شما در ابهام بیشتری باشن کار رو برای فرد نفوذگر سخت‌تر میکنه. اینکه شما بیاین چند لایه دفاعی بر روی شبکه‌تون قرار بدین و این شبکه‌تون رو به صورت یک سیستم مبهم در بیارین، اون فرد نفوذگر نمیتونه تشخیص بده که سیستم شما چه سیستم هایی داره، چه سرویس هایی داره یا معماری شبکه شما به چه صورت هست که بخواد حمله رو روی شبکه‌تون انجام بده. فاز بعدی فاز مینتینینگ اکسس هست. وقتی شما یک دسترسی رو برای شبکه به وجود آوردین باید بتونید که برای دفعات بعدی از اون استفاده بکنید. دیگه اینطور نباشه که شما برای هر بار نیاز داشته باشین یک اکسپلویت رو ران بکنید. خب شاید شما بگین که ما برای سیستم هامون یک آنتی ویروس نصب می‌کنیم و برای سیستم هامون فایروال داریم و دائما این سیستم ها رو چک میکنیم که مشکلی نداشته باشه، فایل اینتگریتی ها رو چک میکنیم که فایل هامون درست باشه. خب بذارید یک مثال خیلی ساده براتون بزنم.
من به عنوان یک فرد نفوذگر میام و یک ریورس شل، یعنی یک فایلی که بتونه از سیستم شما به یک سروری وصل بشه و دستورات رو اجرا بکنه، حالت یک تروجان کار میکنه، رو میام انکریپتش میکنم و رمزنگاریش میکنم و به سمت شما میفرستم. فایلی که انکریپت شده باشه آنتی ویروس ها نمیتونن پیداش بکنن. خب شما ممکنه بگید من فایروال دارم جلوش رو میگیره. من میگم میام برای اتصال به این شلی که روی سیستم شما باز شده از پورت 443 که برای HTTPS استفاده میکنین استفاده میکنم. پس اونجا هم دیگه مشکلی نداره، هر درخواستی که از روی پورت 443 بره بیرون سیستم به عنوان HTTPS میشناسه و مشکلی براش به وجود نمیاد. خب شما ممکنه بگین ما با استفاده از نرم افزارهایی که برای مثال مثل وایرشارک هست میاد پکت های رد و بدل شده برای شبکه رو میگرده، اونها رو میگردیم، اگر مشکلی داشته باشه اونها رو پیدا میکنیم. خب من میگم از یک شل HTTPS استفاده میکنم که کلیه ارتباطاتش به صورت رمزنگاری شده باشه و شما نتونید پیدا بکنید. میبینید که تامین امنیت همچین خیلی چیز ساده ای هم برای افراد معمولی نیستش که بخوام با یک آنتی ویروس خیلی ساده جلوش رو بگیرم، بلکه یک مدیر امنیت باید بر روی شبکه ها و سیستم ها وجود داشته باشه که بتونه جلوی اینها رو بگیره. حالا در ادامه باهاش بیشتر آشنا میشیم. و فاز آخر فاز کاورینگ ترکس یا پاک کردن رد پا هست. شما وقتی وارد یک سیستم میشین اعمالی که انجام میدین رو ممکنه اون سیستم عاملتون در قسمت آدیت ها ذخیره بکنه. شما با استفاده از یک سری نرم افزارهایی که وجود داره میایین رد پای خودتون رو پاک میکنین. پس برای اینها چه کاری باید انجام بدیم؟ اینها رو هم باهاش آشنا میشیم. با استفاده از لاگ سرورهایی که وجود داره لاگ ها رو در یک جای ریموت ذخیره میکنیم که اگر بر روی سیستم خودمون لاگ ها پاک شد جای دیگه این لاگ ها رو داشته باشیم و بتونیم برای پیدا کردن فرد نفوذگر ازشون استفاده بکنیم. خب انواع حمله بر روی یک سیستم حملاتی هستند که تشکیل شدن از حملات بر روی سیستم عامل و تنظیمات نادرست بر روی سیستم، حملاتی که بر روی سطح نرم افزارها اتفاق میفته و حملاتی که به خاطر کدهای عمومی ممکنه به وجود بیاد. انواع مختلف حملات رو در این قسمت میبینید که تمامی این مفاهیم رو در دوره سکیوریتی پلاس میتونین مطالعه بفرمایید. یک سرچ ساده هم توی اینترنت بزنید، تمامی این مفاهیم اینجا هست: من این میدل، بکدور، اسپوفینگ، دیداس، دیوس و اینترسپشن. اینا همشون برای اینترنت مفاهیمشون هست، ولی پیاده سازی هاشون رو تا حدودی خیلی کم با هم دیگه میبینیم که چطور اتفاق میافته. حملات بر روی سیستم عامل ها که یکی از سنگین ترین حملات هستش که اتفاق ممکنه بیفته. در سیستم عامل ها خودتون میدونید که ممکنه باگی وجود داشته باشه در سرویس هایی که برای سیستم عامل ران هست و فردی بتونه با استفاده از اون نواقص امنیتی بیاد و به سیستم عامل حمله کنه با استفاده از حالا مثلا vulnerability های بافر اوورفلوی که اتفاق ممکنه بیفته. برای مثال روی سرویس های مثلا ویندوز XP که دیگه تموم شده و به پایان راه خودش رسیده، یک سری مشکلات امنیتی بود که شما با استفاده از یک فریم ورک متاسپلویت، حالا اسمش هم بگیم خطرناک نباشه، میایید و روی سرویس هاشون میایید اکسپلویت رو ران میکنید و کنترل کامل سیستم رو به دست میگیرید. اپلیکیشن لول در سطح نرم افزارها هم حملاتی اتفاق میفته که شایع ترین و مشخص ترینشون حمله هایی هست که بر روی مرورگرهاتون ممکنه اتفاق بیفته. همونطور که می‌بینید مرورگرها پر استفاده ترین نرم افزارهایی هستند که در جهان مورد استفاده قرار میگیرن و یک اکسپلویت ریموتی که بر روی یک صفحه بارگذاری شده باشه ممکنه با باز کردن یا کلیک کردن بر روی یک لینک شروع کنه به کرش کردن اون برنامه و کنترل سیستم قربانی رو به دست بگیره یک فرد مهاجم و کارهایی که بعد از اون ممکنه انجام بده. شرینک رپ کد چی هست؟ شرینک رپ کد ها کدهایی هستن که به صورت عمومی در دنیا مورد استفاده قرار میگیرن. یک چیزی هم که داخل برنامه نویسی هست، تفکری که در برنامه نویسی هست، میگه چرخی که اختراع شده رو دیگه اختراع نمیکنن، از همون استفاده میکنن. یک سری لایبرری ها هستن در دنیا
که توسط افراد مختلف، شرکت‌های مختلف، سازمان‌های مختلف داده میشن، یک سری کارهای خاص رو برای در نرم افزارها انجام میدن. برای مثال فرض کنید یک نفر میخواد مثلا وصل بشه به یک مثلا VNC سرور فرضاً، با استفاده از استیکری که داره فقط درخواست ها رو به اون میده و اون استیکر میاد اون API که وجود داره داخلش کانکشن رو میزنه و فقط تصویر رو بهش میده دیگه. برنامه نویس درگیر کانکت شدن با پروتکل VNC نیست. حالا اگر این کدی که بیرون هست همه دارن ازش استفاده میکنن، ممکنه مثلا 10,000 نفر داخل برنامه خودشون استفاده کنن و 1,000,000 نفر از اون استفاده بکنن از اون برنامه. حالا اگر این کد دچار مشکل بشه و اون شرکت یا فرد بیاد کد رو عوض بکنه، اون 10,000 نفر همه باید اون کد رو تغییر بدن. ولی آیا تغییر میدن همه اون 10,000 نفر؟ آیا همه اون 10,000 نفر این کد ها رو مینتین میکنن یا نه؟ ممکنه مشکلاتی امنیتی وجود داشته باشه که از اون 1,000,000 نفر حداقل مثلا 500,000 نفر یا 400,000 نفر درگیرش شده باشن. حملات میسکانفیگوریشن یا تنظیمات نادرست که به شدت شایع هست برای سیستم عامل ها یا خیلی خیلی دیده شده متاسفانه در کشور ما بر روی دیوایس هایی که مثلا روترها یا مودم های ADSL که همشون بر روی تنظیمات دیفالت قرار دارن و بسیار مشکل آفرین میشن. رمزهای عبور یا تنظیمات نادرست در داخل نرم افزارهای مختلف حتی اینها رو میان و استفاده میکنن بدون توجه به مشکلات امنیتی که ممکنه به وجود بیاد. خب حالا میرسیم به این بحث که چرا هکر قانونمند یا هکر با اخلاق مورد نیاز سازمان ها هست. خیلی راجع به اینها صحبت کردیم. ببینید یک مدیر شبکه باید از تمامی اطلاعاتی که بر روی شبکهش رد و بدل میشه اطلاعات کافی داشته باشه، اینکه بدونه به چه جاهایی داره کانکت میشه، چه حملاتی ممکنه اتفاق بیفته، چه کدهایی میتونه اجرا بشه، چه حملاتی ممکنه بر روی سازمان اتفاق بیفته و در پی اون اتفاقات بعدی که ممکنه بیفته چی هست. همه اینها سازمان ها رو ملزم میکنه به اینکه یک شرکت یا فردی مسئولیت امنیت شبکه اونها رو هم بر عهده داشته باشه. دیفنس این دپس یکی از شعارهای من در امنیت شبکه است که همیشه میگم در لایه‌های مختلف خودتون امنیت رو به وجود بیارید. امنیت در لایه‌های مختلف، همیشه یادتون باشه امنیت رو لایه‌ای کار بکنید، چندین لایه داشته باشین، فقط به صرف داشتن یک فایروال بسنده نکنید. در لایه اپلیکیشن برنامه‌هاتون رو امن کنید، سیستم عامل در لایه سیستم عاملتون رو پچ بکنید، در لایه شبکه اطلاعاتتون رو رمزنگاری بکنید، در خارج از شبکه فایروال بذارید، DMZ استفاده بکنید. تمام اینها در کنار هم هست که یک شبکه امن رو تشکیل میده. خب در قسمت بعد Scope and Limitations میاد و راجع به محدوده کاری هکرهای قانونمند و محدوده هایی که وجود داره براشون صحبت میکنه. اینکه سازمان ها باید بدونن که کجا از این هکرها استفاده کنن، چه خصوصیاتی براشون داره، چه مزایایی براشون داره، یا سازمان اگر ندونه که کسی رو استخدام کرده که برای تست کردن شبکهش باشه، خیلی بهتر از اینه که سازمان بدونه و اطلاع داشته باشه. اگر بخواید اتیکال هکینگ روی سیستماتون انجام بدین، میتونید قسمت های مثل ریسک اسسمنت، تست های ریسکی که وجود داره یا بهترین پوشش هایی که بر روی شبکتون هست رو پیدا بکنید و اینها همه سازمان ها و شرکت ها رو ملزم میکنه به اینکه تست های نفوذ رو بر روی سیستم هاشون انجام بدن. خب در این مبحث میرسیم به اینکه هکرهای قانونمند چه کارهایی انجام میدن. هکرهای قانونمند میان تست رو انجام میدن بر روی شبکه هاتون که ببینن آیا مشکلی بر روی سیستم های شما وجود داره، استرس اگر وارد بشه به شبکه شما تا چه حد پایدار خواهد بود، اگر مشکل خیلی بدی برای شبکتون به وجود بیاد آیا قابلیت بازگشت به حالت قبل رو داره یا نداره و بسیار موارد دیگر که میتونید اونها رو در این اسلاید مشاهده بفرمایید.